ماه رمضان هیچ به خوراک پخته دادن مشغول نشوید. با اونجا مسلمان های هم در آمده میخورن. یک دوم این است که ماه رمضان تماما تقوا و خشوعش می رود. حرکت کنید همین یک ماه برای خودتان استراحت بگیرید، یک ماه فقط. بعد در پختن و دادن شاید که در آنجا مسافرها هست گفتم، ولی که به هر حال خیلی به شبهه نزدیک است. یعنی اکثریت دولت های اسلامی عموما آشخانه ها رو قلف میزنن که مردم روزش رو داره. حتی روزخوران رو میزنن در بعضی دولت ها که چیکار کرده ایستاده. ما در سطر ما در سر ما در رمضان به مردم خوراک پخته دادیم، این تماما از تقوا دور است. همین یک ماه و این شما، یعنی با همین شما بی رزق هم نمیمونید، گرسنه هم نمیمونید. به خاطر الله به پخته داده از پخته دادن دست کشید. نمک چی باقی ندارد. چشیدن نمک بر روزه ضرر ندارد، شما فرو نمیبرید، ضرر ندارد. و یکم